سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امید که جور صحتمند باشین. دوستان یک ویدیو ماندیم درباره روش درست برزیدن دندان ها، چون اکثر مریضایی که به کلینیک ما مراجعه میکنن اکثرا سوال میکنن که دندان ها رو چطوری برس بزنیم تا که خوب پاک کنه و در ضمنش آسیبی به بیره دندان نرسه. این ویدیو مخصوص او تعداد از افرادی هستن که به اصطلاح روش درستی برزیدن رو بلد نبودن. در این روش همونطور که در تصویرم میبینین برس را با زاویه 45 درجه روی بیره قرار بدین، بعد حرکت را آروم طرف پایین از دندانهای بالا کش کنین و همینطور در دندانهای پایین که روی لثه قرار میدین به طرف بالا کش میدین. البته این حرکت که دندانهای یک ذره زمان میبره، ولی هم پلاک ها را پاک میکنه و هم از آسیب به خود لثه جلوگیری میکنه. 1-2 دقیقه زمان میبره اما نتیجهش واقعا عالیه. دیگه اگر ویدیو براتون مفید بود دوستا، حتما لایک کنین، کامنت بذارین و کانال ما را دنبال کنین. وقتتان خوش.